الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید شخصی به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته: اوصنی، برای من وصیت کن، حرفی خوب را یا نصیحتی بهتری را به من بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تغضب، تو غضب نکن. فردد مرارا قال: لا تغضب، بار بار برش تکرار کردن که تو غضب نکن. از این حدیث چند چیز دانسته میشه. یکی، اگر برادری مسلمانی از انسان مطالبه نصیحت میکنه و خیرخواهی، انسان کلمات خیر را از او دریغ نکنه و در نصیحت کوشش کنه همان چیزی را به این متوجه بسازد که او در این بخش تقصیر داره، توجهی درستی نداره، و باز به اسلوب نهایت حکیمانه و بهتری برش نصیحت تقدیم بداره. و اگر میبینه گناهی نه مبتلا است، تأکید زیادی بالای او گناه داشته باشه که این گناه را انجام نده. قسمی که شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بار بار تکرار کردن که غضب نکن. به ظاهر دانسته میشه که این شخص زیاد غصه میشده، زیاد غضب داشته. از حدیث ای را هم دانسته میشه که غضب منبع شرهاست. غضب رابطه انسان را با پروردگارش فاسد میسازه، رابطه انسان را با مجتمعی که زندگی میکنه از بین میبرد، رابطه انسان را با فامیل و خانواده خود خراب میسازه. غضب است که انسان کلمات کفری و کلمات ناحق را به زبان میارد، آخرت خود تباه میسازد. غضب است که انسان با بالای شخصی تعرض میکنه، به قتل میرسانه و مالی از او را به زور میگیرد و یا گناه بزرگی در حق شخصی دیگری مرتکب میشه. غضب است که انسان زنی خود طلاق میدهد و گاهی هم شاید تعرض کنه، دست و پای از او را بشکناند و یا پسر، دختر و غیره فامیل دیگری خود یا مسلمان دیگر را باراش تعرض کنه، اوگارش کند. غضب است که انسان به مرضهای گوناگونی مبتلا میکنه. در اوج غضب انسان وقتی که برسد به مرضهای خطرناکی، گاهی مرض فشار، گاهی مرض سکته قلبی و گاهی هم مرض سرطان و مرضهای کشنده خطرناک دیگری مبتلا می سازد. پس غضب همه شرها را در بر می گیرد، به خصوص غضبی که به ناحق بوده باشه، غضبی که برای الله نبوده باشه. این نوع غضب نهایت غضبی مذموم است. و گاهی هم غضب ممدوح می باشه، غضبی که به خاطر خدا باشه، به خاطر انتهاک دین الله، مقدسات شریعت و به خاطر آبرو عزت یک مسلمان، حفاظت از آبرو عزت یک مسلمان. این نوع غضب ممدوح است. البته انسان باید مقام و جای غضب خدا بداند و گاهی غضب سبب نشود که نفس خود را از دست بدهد.